عزیزی دور بنامد که بوترانه درود. السلام علیکم میگویم بیننده های عزیزی ما که طریق آینه نیروگین ما را البته این خیلی بازم های زیبای ما را همراهی ما همراه شدن میبینن. من امروز ما آمدیم به تبریکی نوبتی برای تبریک کردن آجی بابا، مولا بابا، ارگش بابا را امروز تبریکی آمدیم. از نام فرزندان، جگربندان، از نام البته ارکینکا، ایوبکا، گلشدایتی، اسرارکا، چمانایتی این لحظه های خرسندی را پیشکش شما خواستیم کنیم و مانند هم روزه همیشگی با ما باشید. مهمان این خانواده شده آن یک لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک باشد میگویم. السلام علیکم پدرهای عزیز، السلام علیکم مادران مهربان. امروز فهمیدن شنیدن مهمان شدیم در این خانواده بسیار هم پرفیض، در خانواده مولا بابا، ارگش بابا که در یک روزی بمانون باشیم. اگر همه نزدیکان، همه جگربندان در این روز بعض حاضر هستند، یک تا خلصگی بخو از داریم ارگش بابا را همراهی اولای خود تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. مولا با زادروز مبارک. امروز مولود خجسته را زادروزتان را صمیمانه مبارکباد میگوییم. ما شما را تبریک کنیم آمدیم از نام تمام فرزندان، از نام جگربندان، از نام همان گوهرکان چشم شما را تبریک میگوییم. امروز چند ساله شدیم؟ 80. نه حالی 18 گفتیم که زادروز با نمی حالی 18 حالی دل جوان، نو جوان، برنادی الان خیلی جوانیت آمد چشم نرسد، الان خیلی نورانی شده، نور این خاندان شده. برای فرزندان فقط دعاگوی شده گردید. وقت و تخت و دولت فرزندان الان همین است. امروز زادروزتان را باری دیگر مبارکباد میگوییم. ما شما را تبریک میکنیم از نام فرزندان، از نام ارکینکا، ایوبکا، از راهی دور از خارجه، از نام گلشدایتی، از نام اسرارکا، از نام چمانایتی شما را تبریک میکنیم. گفتم که پدرم تاج سر طلایی ما هستند. پدرم در تشنگی ها دریای ما، در تنگی ها همچو دنیا هستند. برای ما کتابی پند و اندرس ها، برای ما در زندگی یک قهرمان حیاتی خانواده ما. امروز روزشان مبارک. هیچ وقت میخواهیم که خسته نباشند. الان خیلی نورانی شدن، حاجی بابا شدن، در خاندان ما فیض و برکت خاندان ما شده کردند. برای ما وقت و تخت و دولتی به بها هستند. رحمت میگوییم برای هستیشان. ما فخر میکنیم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستیم. اگر بمولال باشند معلمه ما کنیم استادی ما همینجا می یک تا گفته بهتون کسان مرحمت. حاضر تا آمدن آن کس باشد ارگش بابا شما را از نام تمام فرزندان تبریک میگوییم و برایتان، برای شما چقدر سخنها گویم کم است. برایتان شعرهای بسیار هم پرمضمون را میخواهیم از نام فرزندان رسانیم. البته که امروز روزی زادروز است. چشمهایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جان عزیز خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شه ستون مانند همه، روزگاری هستی ما را به سر دارد پدر. پدر عزیزی من برای من حیات ما هستند، دعاگوی ما هستند. برایشان چقدر تحفه ها بیارید. می ارزد که در ما خرد بودیم در وقت کودکی، چقدر مهنت خدمت کردن، برای ما زحمت کشیدن، با مهنت حلالشان ما را به وای رساندن. رحمت میگوییم. البته پیش از
آن را که توفه ها را نامبر کنیم البته از نام دخترک نازنینتان، از نام فرزندان، از نام گلشاد داویتی برای شما یک تا ساعت زیبا آماده کردیم. بعد از خودتان شده میگیره تا خرسک میزنیم. مبارک باشد تنها برای شما. مبارک باشد. حاضر حاجی با برای شما در روی دنیا خودتان میدانید همچون نورانی همین دهه ما هستید. در روی دنیا تن گرفتن که از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است. البته که برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. برای شما نیت کرده آمدیم که بگذار انافه مرتباتان زیاد شده، حاجی بابا شده، در سر محله ما، در سر دهه ما فقط سر و بر شده دعاگوی همین ماها شده گردید و هیچ وقت پیر نشوید. 120 سالگیتان با آمده انافه تبریک کردن نصیب کنند. تا خرسک میزنیم کتاب ها را میسپاریم. مبارک باشد. منم دونستم نباشد از دستشان گیرید کتاب را احتیاط کنید که کتابی از همه قیمت بهاترین مرحمت احتیاط کنید. حاضر امروز روزی خورسندی است. معلم عزیز ابلاقلوان امروز روزی خورسندی در این خاندان مبارک باشد. من امروز در روز آخران ماه شریف رمضان هستیم. در بالای من افطاری مهمان شدیم. دست گلت دمم با ما انعنا کردیم دارید دستتون با انعنا کردیم در زادروزی استاد عزیز یک دسته گل پر صف سرخ بود. بهری استاد سپاریده بودن. من امروز فرزندان گفتم که امروز زادروزی پدرم هست، لیکن هر دویشان را ما یک خیلی دوست می‌داریم. مادرم هم پدرم هم بگذار فقط در سری ما تاج شدن دعاگوی ما باشند و ما از هیچ کس کم نشویم گفتند. برای مادرشان نیز یک دسته گل زیبا را آماده کردند. میسپارم خودی گل بابا بهری معلم ما. یک خرسک میزنیم می گرفت کردن. مبارک باشد. البته حاضر در اینجا میبینیم جامعه ها را وقتی پدرجان عزیز تیار کرده هم مرحمت جامعه ها را یکتا کی میپیشاند؟ از کلان سلام مرحمت نزدیکتر بید کنی مرحمت حاضر برای حاجی با یکتا نیت کرده جامعه تیار کردن از نام فرزندان از نام جگربندان. مبارک باشد. 80 سالگی مولود خودسته را مبارکباد میگوییم. زادروز مبارک باشد.
حاضر معلمه عزیز ابلاغ‌قلوان عذر می‌خواهیم شما ناراحت کنیم اگر بید یک تایسته معلمه مرحمت معلمه یک تا نیت کرده تو از این طرف است از این طرف بابا جانشون است الان تو کنی کارت هایت تام کنی کلیپ پوشو کنی مرحمت کنی معلمه بید شما بید استادی عزیز معلمه چندین شاگردها مرحمت حاضر کنی موزیک تیار باشه دگر زاد روز مبارک حاجی باید اکنون شماش خاموش کنیم شماش کنید مبارک باشه مرحبا از زمین نبیره ها مبارک باشد مبارک باشد زاد روز مبارک مرحبا برای پدرجان عزیز میخوانم مبارک باشد برای مادرجان عزیز مرحبا مبارک باشد اصل بیت می زاد روز مبارک اصل بیت بابا جانش آماریم پیر شود مبارک باشد حاضر اعضام فرزندان طلبا بیعتهای نیک را میشنویم مرحمت تو نور دیده مایی پدر جان تو شمعی شم چراغانم پدر جان برای زندگی هرگه نظر کن شرفناکی مددگارم پدر جان برای من تو یکتایی پدر جان پدر جانم پدر جانم پدر جان السلام علیکم مهمانان عزتمند لطف فرمایید من امروز یوبیله زادروزی قدم شده ایستاده است میخواهم به پدرم مادرم صحت سلامتی عمری دراز میخواهم همه وقت سخت سلامت گردن هیچ وقت کسل نشوم پدر دریا است مادر آبیان است پدر دنیا است مادر زیبیان است پدر کوه است مادر قله آن است پدر خورشید است مادر نور آن است لطیقتتان تشکر رحمت تنی نبیره ها تبریک میکنیم کی سر میکنن مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز من از همین فرصت استفاده برده بابا جان عزیزم را با روز تولدشان تبریک و تهنیت ها گفته با بابا جانم عمری دراز رزق فراز را می طلبم همیشه شاد و خرم باشه الها الهوندا 100 ساله شوه دارین با پیران احترام از روی مهر گویم سلام آنان بگویند در جواب ولی کموش السلام ما را نصیحت میکنند خاص باشد یا ایشان رحمت مرحبا السلام علیکم مهمانان گرامی من از نام خودم و از نام اهل آدما بابا جانم را با این روز زادروزشان تبریک و تسلیت ها گفته و بابا جانم صحت سلامتی عمری دراز میخواهم رحمت سلامت باشد کنی نبیره ها مونده گرام بابا جان عمرتون دراز شود تبریک میکنم
امروز همه زادروز داشته اصل بیگ مهدیا در روزی زادروزی بابا جانشان توفه بودین آنها از دانکش هم مغز شیرین میگنه در بیره های شیرین مانند شما مانند استاد عزیزی ما پیر شوند پیری انم خیلی شما چکر که پیری یک دهه عزیزی ما هستید نورانی همین محله ما هستید هیچ وقت انم خیلی زیباگی و برنادیلیت ها ما چشم نرسد نه بیره ها در اطرافتان فقط پروانه شوند حاضر یک تا سرودی شیخ تیار کرده ایم امروز روزی خورسندی است امروز آخران روزی رمضان عفو گناه ها است امروز هر یک گناه های کرده ما از خداوند پرسیم هر یک گناه های کرده ما را می بخشد حاضر یک جای هر دوی شما را همراهی استاد عزیز و ماندگی مهمان ها را برعکس تکلیف میکنیم بعد از آن امروز بزم را دوام میدهیم کنی سرودی شیخ را مانید مرحبا دابلاخ لما خیزید کنی یک تخشیر کم میرقصیم بعد از آن با ما جواب روز و شبی من بشکنی ما هم شیشه ای اما تا شود زیبا روز و شب ما تا بیشی زیبا روز و شبی
رو سر کنه Sina
جون یک نظر تو یک نظر تو دل جون یک نظر تو یک نظر تو ای تو ندارم زندگی ای تو ندارم زندگی من بیننده های عزیزی ما تماشابینان شبکه شهنان، امروز در آخران روزه رمضان که یک ماه پر از سعادت، یک ماه پر از فیض ما را ترک گفته ایستاده است. در خانواده یکی از آن انسان های نورانی دهه آهلیگ مهمان بودیم، حاجی بابا، ملا بابا. البته ارگش بابا را امروز تبریک کردیم در جشن 80 سالگیشان. بگذار این خیل بهار 2-3 بار دیگر را ببینند. 160-200 ساله شما در این خیل بزمهاشان آمده تبریک گوییم. همراهی استاد عزیز معلم مهربان عمر دراز بهرشان خواهشمندیم. از نام فرزندان البته تبریک کردیم، از نام ارکینکا، ایوبکا، از نام گلشاد آیتی، اسرارکا، شمان آیتی تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. برای بهمانداری، برای افطار، برای هر آن لحظه ها، برای امروز صاحب جشن ها رحمت میگویم. اسرارکا رحمت، سلامت باشند. این خیر روزها همیشه باشد و با ما باشید. با شبکه شهنان رحمت. چشمهایی از محبت پرشرر دارد پدر، یک دلی صافی چو آتش شعله‌ور دارد پدر. بحر اقبال سعادت در نبرد زندگی، از سر جان عزیز خود گذر دارد پدر. در بینای خاندان بر شه ستون مانند همه، روزگار و هستی ما را بسر دارد پدر. در کمال فطرت او سر فرو دارم که من، در نهادش عالم فضل و هنر دارد پدر. پدر نور چشم فرزندان، شاهستون خاندان است. پدر استاد زندگی است، او میوه مردی می آموزد. پدر ستاره درخشان است که راه فرزندان را روشن می سازد. هر قدری که محبت فرزند به پدر زیاد باشد، حیات همان قدر فرح بخش و درخشانتر و صمیمی‌تر می گردد. پدر و مادر هدایتگر زندگی، رهنما و آموزگار حیات شیرین فرزندان و چراغ روشن خاندان می باشند. پدر، مادر پر و بالم شمایید، تمامی بخت و اقبالم شمایید. منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شمایید. پدر، مادر عزیزی دل شمایید، چراغی روشنی منزل شمایید. نه سیناید و نه عطار، اما برایم از همه فاضل شمایید. پدر، مادر دل و جانم شمایید، چراغی نور ایمانم شمایید. بمانید عمرها اندر کنارم که آخر شهرت و شانم شمایید.
پدر جان به جان ما فرزندان سایه امید، به چشم نور، به دل ایمانت. ای آینه حیات زندگی، سرنوشت ساز حیات، سعادت آفر زندگی شیرین ما. پدر جان تولدتان مبارک. پدر جان همیشه صحت و سلامت مانید. هیچگاه از دلتان شادی و از لبانتان تبسم کنده نگردد. به شما خوشنودی و سعادتمندی، دلی بیغم و آسایشتگی را آرزومندیم. الها باشید و 100 ساله باشید. چراغی نور اهل خانه باشید. دعای ما همین باشد شب و روز، همیشه سالم و بردم باشید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک.